تماشا میکنیم، دستگیری میکنیم. برای پیشرفت یک کیلومتر درک نداره برادر عزیزم. ان شاء الله حاجی با نگاه کنید تربز چخیل میکنم. سری نو شاول تلخی سمونچی که طرف نمی بابا سفول میگن. حالا که یک برادر عزیز اومدگی چیونکا برای شما دوستان عزیز. چی خودش بچه هم تربز نگاه چنک عبدالله جان هیچ کردش بتونی عبدالله جان نمیتونی بچه ها یک جای کلون در نمیخواد دست به دست کرده تربوز بچینن میبرارن و کادوگر خطی بازار میکنیم نو سر در حقمون دعا کردن بهترین نشوه که میبینیم از ختون و چشم ختون مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنت مید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبویی‌ها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تندرست و خانواده باشین. این بعد از سفر ترکیه با مسکو از مسکو با تاجیکستان دوستان عزیز امروز در درون پلکی نوحیه فرخور هستیم در جماعت ظفر دهه سمونچی که طرف نمی بابا سفول میگن. پلک یک برادر عزیز اومدگی چیونکا برای شما دوستان عزیز که ببینید تربوز وطن چخل شده نه امسال چخل شده. پاک جام گفته مردک کاج میرم ای خوجگی برام معلومات بده که گفته مردک تربوز چند کشیدگی همش ان شاء الله خوب بشه. امروز نه یک حالا که برادران عزیز رو من تربوز هم میبینیم که ای چند کیلو تا چند کیلو داره دوستان عزیز. با صبر تا آخر برنامه بکنید دوگو باشین ان شاء الله. امروز نواری بهترین از وطن عزیز با کلی برادران غریب پیشنهاد کرده میشه. رفتیم برادران عزیز اینا تیگر میگن موجود برادر خودمان است که یاد دادن نگاه خلق همه آتی در تو هر وقت چیزی بسیار خلق نگاه ما باش ما بسم الله الرحمن الرحیم. ای زایدا بچه ما تیگر بودم خلق تو بیا تیگر نکی بنیامین همه اکی رفتی کافی دادن دوباره خلق گرفته خلق پاوش داشت همه سر بهترین شکل خوب تربیت کردگان. الان این برادر عزیز عبدالله بیا عبدالله جان عبدالله جان عبدالله جان چی خودش بچه هم اوه چیکار میتونی چیکار دوستان عزیز تربز نگاه چنک عبدالله جان هیچ کردش بتونی عبدالله جان نمیتونی بچه ها اینا شیندن هست تربز برادران عزیز. کلا نگاه چند قدر داره مایده نگاه کنید چند قدر هر نمو نخ شندی اکو باید ای پدوری پلاک ای دورین نقاط برخی جدا میای دگاور میکنید که میزنید برادران عزیز. تربوز به نهایت چنین در گرمی اون قدر تربوز با مزه میشه. یا درباره تربوز شدگی عبدالله جان اما دوستان عزیز اینا چیندن تربوز وقتی که می یک جای کلون در نمیخواد دست به دست کرده تربوز رو بچینن میبرارن و کادوگر خطی بازار میکنیم نو سر میشون. اینجا بیشتر وقتی که اومدن کیلو حساب میکنن. مثلا ای 4 کیلو تا 10 کیلو را ای 10 کیلو میشه تا 20 کیلو را نگاه میکنن که در هم پلک تربوز چند قدر بودگی. وقتی که هر یک پلگون تربوز میته و تربوز دودگی جواب میگه دا سورش برای اختر میگه کیلو میفهمه هر یک کار چیزی چه دونه
همون کلمه بینم اگه کنم تربوز سگه یا نه همشا شروع میکنم اینیاش اینا مایده نگاه سه چه نمو چیزم رو وردیم علاقه یک فصل زندگی بزنم نظرم رنگی تربوز بطوری سم خفیده ها؟ بل بیم مایده از بیرون بخواه انا الحمدلله انا دوستان عزیز میگن که مهنت شرف است انا قشلق رو میام خودی تربیز رو میگیرم میبینه که کجا میبرم فقط از شما چه میره دوستان عزیز در حقمون دعا کردن بهترین نشود که میبینیم بازی ختون و چشم ختون برای همون با نواری نوبتمون فقط ایواتن عزیز میشه نه وازی ختمی بودیم انا برادران عزیز از انا میمونه تربوزه در این بار میکنیم برادران عزیز آب پنج وقت از گرمی را کتا دستانه عرق میکنه میگه که از همه چیز خوب مهنت حلال کردن ای اینا برادران هم همه جل کردن مهنت میکنن برادر را سودا میکنن متاسفانه از هم انمو سومی خور در دهقان میمونه ایجا 10 دست میگذره 2 دست 3 دست میگذره از همه حساب میبرن نرخ نمو در آسمان میشون ایجا دهقان میگیرن باورکن بهتر خوبتر اگر هر کسی که شرایط داشته باشه بیا سر فلک بگیره خیلی ویگدان میشه و خوبتر ای در همه گرمی چقدر تربیز خوردن بهتری خوبتر ای حاج اینا همش بار میکنیم میگیریم میبریم شما برادران عزیز از همش ما میندارم که مرا تماشا میکنیم دستگیری میکنیم برای پیشرفت یک لک یک کمیتر درک ندار برادر عزیزم ان شاء الله حاج با نگاه کی تربیز چه خیل میکنن سری ناو شاول تلخ کس میدیای تماشا که فقط استراحت کرد Murat. جابيو Ya bu. Ana amca ya bu.